دکمه‌شو میزنیم نگاه میکنیم به رفیقامون. شاید مشکل از مدادمونه. نوکشو نگاه یکم قلق داره. سلام رفقا، چطورید؟ من سگولم خوش اومدید به اولین قسمت از پلیلیست جدیدمون، یعنی ایده‌های باحال. توی این سری ویدیو ایده‌های باحال ساختنی رو میبینیم و خودمون میسازیم تا ببینیم واقعی هستن یا نه. بریم واسه اولین ویدیو. این داشون ادعا میکنه با یه باتری لیتیومی و یه دونه کلید و 4 تا آتش‌خال دیگه میشه یه دونه تراش برقی ساخت که توی دیجیکالا قیمتش 400-500 هزار تومانه. بدون معطلی بزن بریم. خب بچه‌ها، من رفتم لوازم مورد نیاز رو گرفتم. بیاد بهتون نشون بدم. یه دونه باتری لیتیوم 3.7 ولت، جا باتری 18650، گیربکس زرد 200 دور، تراش، کلید، یه دونه در بطری. اولین حرکت و سخت‌ترین حرکتی که باید بزنیم وصل کردن این تراشه به این ماسپاسکشه که خیلی کار سختیه. من با خودم گفتم یه در بطری میارم، این تراشه رو اینجا میچسبونم تا محکم‌تر باشه. بعد از اینم این سیستم رو انتقال میدیم توی این. امیدوارم که بشه. ما اول باید ته این سوراخ رو از این ور در بیاریم. باید مرکزش از این ور مشخص بشه. بیا بیرون. ببینم. باید یه سنجاق قفلی داشتیم داغش میکردیم میزدیم این تش از اون در میومد دیگه. این نقطه رو قشنگ باید بندازم وسط گیربکس. حالا باید وسط در بطریم هم در بیارم. آیا اینجا وسطه؟ فکر میکنم اوکی. یکم گشادش کنم. این سوراخ اینجا رو باید شبیه این کنم تا جا بخوره توش. کاتر. حالا جاش میزنم. او این ماسکش مزاحمه. میریم سراغ طرف دیگه‌اش. به به. بچه‌ها، من یکم بالای مغزم فشار آوردم. گفتم واسه اینکه بتونین اینو قشنگ مماس با وسط این در بیاریم نیاز داریم به یه تیکه شفت که بدیم داخل این و از این طرف هم بدیم داخل این سوراخش. حالا به چه صورت بریم ببینیم. اینو یکم داغش میکنم میدیمش وسط این سوراخه. راستی خیلی از لوازمی که دارم استفاده میکنم داخل فروشگاه خودمون موجوده. واسه دسترسی بشم کافی داخل گوگل تکل شاپ رو سرچ کنیم. یه سان از این شفته رو میزنم. حالا میدمش داخل سوراخ گیربکس. یه 2 میلی میزنم بیرون باشه. حالا اینو میدم تو سوراخ تراش. حالا باید توشو پر چسب حرارتی کنم. بعد از اینکه 1 تن چسب رو خالی کردیم توش، باید اینو قشنگ وسط نگه داریم تا خشک بشه. طوری تراش نگه دارید که وقتی اینو میچرخونید این دایره وسطی همیشه وسط باشه. واقعا وسط نگه داشتنش خیلی سخته. تا اون چسب خشک بشه قشنگ پیر شدی. الان باید جا باتریمو این قسمت بچسبونم. چسب. اینم از این. به به. کلیدم هم میندازم اینجا به این شکل. بریم واسه سیم کشی. به این پایه گیربکس باید برق مثبت بدیم. این یکی هم منفی باتری رو مستقیم میارم به منفی گیربکس. مثبت باتری رو میبرم به یکی از پایه‌های کلیدم. یه تیکه سیم دیگه هم وصل میکنم به کلیدم به این شکل. حالا میارمش به مثبت گیربکسم. اینم از این. بذار این سیما رو یکم مرتب کنم قشنگ بشه. خب بچه‌ها، به همین راحتی تراش برقیمون آماده است و باید بریم سراغ تستش. فقط قبلش یه نکته هم بیاد بهتون بگم. واسه شارژ کردن این باتری لیتیومی نیاز دارید به یه دونه شارژر باتری لیتیوم که عکسش این بغل میذارم. کافیه باتری در بیارید و بندازید توش تا شارژ بشه. حالا اگه دوست دارید یه دونه از این شارژرها رو خودمون با هزینه کم بسازیم، حتما داخل کامنت ها بهم بگید. بریم واسه رونمایی تراش برقیمون. طبق ویدیو این دکمه رو که بزنم باید شروع کنه به چرخیدن. 1 2 3. او مای گاد، داره میچرخه. خب باید بچرخه دیگه. واسه من نگاه کن. یه دونه لگن و یه دونه مدادم آوردم که بذارمش اینجا، مداده رو تراش کنم توی این. الان فرض میکنیم ما رفتیم مدرسه، میریم سر سطل آشغال، اینطوری وامیستیم، اینو میزنیم اینجا، دکمه‌شو میزنیم، نگاه میکنیم به رفیقامون. برگم داریم میریزه ازش. البته این نوکش تیزه، بذار بشکنمش. یکم بیشتر. کلن ترکید، داره کار میکنه. یکم قلق داره. کلی پود کرده ولی نوکش تیز نشد. میدونی یکم تاب داره. نکنه تراشمون کنده. چون من از تو آشغالا پیدا کردم. داره سرش نمایان میشه. الان مثلا ما سر سطل آشغالی، معلم درسش رو تموم کرده، هنوز این تیز نشد. ببخشید استاد، مدادم خرابه. ولی بازم تا این مرحله رسوندش. بذارید برم مداد دیگه بیارم. اینم از مدادهای جدیدمون. ببینیم اینو میتونه تیزش کنه یا نه. میدونی کار میکنه ولی یه جای کار میلنگه. یا اینکه تراشمون خیلی تاب داره یا خیلی تیز نیست. 2 تا تراش دیگه آوردم، امیدوارم تیغش بهش بخوره. پیچشم میبندم. بشکن. حالا ببینم تیزش میکنه یا نه. برو. به
مرگوم نوکشو نگاه. بریم سراغ مدادای دیگه. اینا همه نوکاشون داغونه، بریم واسه تراشیدنش. شاید مشکل از مدادمونه، تیزتر شد، ولی اینو یه چیز دیگه تیز کرد. تو میتونی مرد. اوه اشتباه زدم اینور، بخشید. برو. نوکش در اومد. من احساس میکنم واسه تابی که داره بعضی از مدادا رو تیز نمیکنه. برو فقط دم همتون گرم تا آخر ویدیو همراه من بودید. حتما نظراتتون رو این زیر واسم کامنت کنید تا یه ویدیو خفن دیگه. گودبای.